در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 27 ساله ساکن جماعت دیهات جعفر نویه رشت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده شب 26 به 27 آگوست سال 2021 تخمینا ساعت 03:00 دقیقه با راه پنهانی از چراگاه دیههشان یک سر چهارپای کلان شاخدار که به مرد 67 ساله ساکن جماعت دیهات مذکور تعلق دارد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 5000 سومانی را تشکیل می‌دهد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نویه سینو با عریضه مرد 28 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه سپتامبر سال 2020 مرد 39 ساله ساکن امین نویه با راه فریب به باوریش در آمده از مغازه و سیخ دوزندگیش واقع در کوچه زرفشان شهر دوشنبه به نامش حجت گذاری نموده وعده داده است که بر عوضش $70,000 آمریکایی می‌دهد، اما مغازه و سیخ مذکور را به دیگر شخص فروخته مبلغ به دست آورده را به منفعت شخصیش صرف نموده است. اینچنین هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 35 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه مارس سال 2020 با راه فریب به باوری مرد 29 ساله ساکن پایتخت در آمده از او یک عدد автомاشین تمغه کیا را به مبلغ 120,000 سومانی نرخ گذاری کرده گرفته автомاشین را فروخته مبلغ به دست آورده را به منفعت شخصیش صرف نموده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هلاکت 4 نفر در یک صدمه پرقربانی در جنوب کشور را تصدیق کرد. در این صدمه 4 نفر دیگر مجروح شدند. بنا به اطلاع رسمی وزارت کارهای داخلی روز 25 اکتبر سال 2021 تخمینا ساعت 13:30 دقیقه راننده автомاشین تمغه اوپل استرا اسلاموف احمد سال تولدش 1948 ساکن شهر کولوب هنگام حرکت از سمت نویه دنغره به سمت شهر لیوکند به مقابل حرکت رو برآمده به автомاشین تمغه مرسدس بنز تحت اداره راننده رجب رستم سال تولدش 1994 ساکن جماعت شهرک بوستانقلعه نویه کوشونیان برخورده است. در نتیجه راننده автомاشین تمغه اوپل استرا اسلاموف و مسافرانش اسلاموف محمد شریف، نورعلیف سعدالله سال تولدشان 1990 ساکنان شهر کولوب و مسافر автомاشین تمغه مرسدس بنز باباجانوف رمضان سال تولدش 1994 ساکن کوشانیان جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده автомاشین تمغه مرسدس بنز رجبوف و مسافرانش ارزی و عدالت سال تولدش 1959 علی مردان و الخنوی سال تولدش 1960 ساکنان جماعت دیهات لولزار نویه دنغره و رجب علیف باباجان سال تولدش 1996 ساکن شهر کولوب جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.